خیر است. جانم که جور باشی و خیر باشی. خانه خیر باشی. آقا شکر میگذاره. طرف هم از دفتر پیدا کنیم. راستی امروز زموج یک گپ بنید و پرچم گفتم دفعه اول خودم مقدر هیجان زده شده بودم نفهمیدم کمره است چیز ما هم گفتیم خیره. باز دفعه دوم که در رستوران که رفتیم در موج شما سرما کمره گرفته دیگه من خودم بیخی ایران من در خانه فکر کردم نه برو گیت آدمایی نیستن که سر انسانو که گپ سنت و پیغمبر بجا بره سر از او کمره بگیره دیگه. من در خانه رفتم کل دنیا که چطور شده چنان شده حالا آمدم که ببینم کمره شما سرما کمره گرفته کمره شما گل کو کمره گل است. گل کو کمره ما خاطر می کمره ایش آمدیم که گپ بزنیم دارم میمونم کمره گل است. کجاست نیلوفر جان خودش؟ نیلوفر نه دراز دیگه گپ از دیگه حالی خود من گپ نبود که شما سر ما کمره بگیرید دفعه اول غیب دفعه دوم باز نه شما آره انجام در بین برنامه ما اومدین کمره رو سعید دا من خودم ما امروز من نفهمیدم کمره بود هیچ خودم در خود نمیفهمیدم روز که نیلوفر دیدم بیخون از یک قسم شده بودم دیگه نفهمیدم که بالو چستم سرلو چستم کمره است هیچ چیز نیست من هیچ نفهمیدم دیگه. خب خیر مشکل نیست ولی کمره گل است. مقصد گل باشه و دیگه گپ ندارم که نیلوفر گپ خودم چکش میکنم ببین خاموش است. نیلوفر جان از اون شاید در آن باشه بیا که از همون خلاص کنیم دیگه بیغم شد ما میجا بریم دیگه زود جای زنگ میزنم که تایم نداریم زنگ دارم ما پیشتر باشم زنگ دارم اون وقت که آمدیم درست نه دیگه در کل جهان نام ما برآمد ما دفعه اول که تقصیرش نبودیم دفعه دور در خانه کل اگه خودت شده دیگه ما بیخ خود ما میران مونده سلام علیکم. بخیر هستی؟ آرزوی چی میکنی؟ آمدیم که به خاطر یک مسئله گفتم گپ بزنیم. دفعه یک مسئله گپ تو یاد رقمی تو دفتر برس کجا پیدا کردی؟ پیدا کردم دیگه آدرس به من گفتم بیشتر دیگه جدی است این دفعه گپ دیگه دارم تو باید ما گپ دیگه باید معلوم شود یک طرفه شود دیگه واسه گپ دیگه بشینیم جای سعید؟ همونجا میشیم جلو رکته همونجا بشینیم بفرمایید بفرما چی شده باز آدم که سعید تو دفتر رسید تو دفتر ما شخصی راستی پیدا کردیم دفتر آدرس پیدا شد دیگه یک اون تو پیدا گفت که یک دفترشون در اینجاست ما اومدم با خاطرم برنامه که شما ثبت کردی سر من کمره مخفی گرفتید کل دنیا ما با دو پیسه شد پیش میچال آبرو داشتم آبروی مامرا کل اگه گفت که سنه تو رسایی که مجموع نیلوفر است چطور است فلان است چطور که از سنه رسایی که فلان است ما اومدیم که گپ به شما بگویم این برنامه که شما گرفته یک دفعه همونه دفعه دوم که شما گفتی بیا بریم خیره که شما گپ میزنم ما هم رفتم گفتم خیره بیا بریم در رستوران میشینیم گپ میزنیم یک طرفه شما گپ میزنیم باز گرفتی در اوجا شما گفتیم ما همکارم بود که یک کمره مخفی نیست یا هیچ کمره نیست ما در اوجا سعیست باز اوجا سرما شما ثبت کردید بجای از اینکه یک پارچه و دو پارچه شد کل اگه یک پارت خیر ما خودم هم دمو جایده پارت دمو دفعه اول هم که آمده بودم خودم هم معنی بود هیجان زده شده بودم شما را کجا دیدم دیگه من خودم هم هیچ نفهمیدم کمره است هیچ تقصیر کسی نبود آمدم گپ زدم باز من نفهمیدم که کمره است دیگه ما شما انداختیم باز دفعه دوم که رفتیم در اوجه گپ زدیم جینال رئیس شما بیاید مرکز رئیس شما یا خودتون نیستم من نمیفهمم مدیر هستین شما چی هستی رئیس باید که کمونچی رو پاک کنه دیگه ویدیو را دیگه من جریان برنامه بودم آری اینجا نیک خود آمدی مداخله کردی مگر گرچه در برنامه دارم دنیای خودمون مسئول جرم خودم هم میفهمم خود گفتم مایت نفهمیدم چی تو آمدم چی شد خب آری اینجا خودت میفهمی که از برنامه که در اول خودت آمدی مداخله کردی و گفتی که من پاسداری میخوام این مسئله رو خودت فهمیدی که در جریان برنامه بودم آمدی نی بله برخ من خودم خبر نداشتم که نشر میکردم من گفتم تو باشه یک خود آمدی ما ویدیو که شاید مستنای اول که ما تو گپ زدیم ما شاید آمدم شما یک برنامه نشر کردن که ما خودم در جنجال هستیم که دفتر که گفتم برنامه رو پاک کنیم که بعد از یعنی خوب نیست که یک بچه زیرستان بیای و پیشنهاد اوسی بتا بگوی دوست دارم از این مسائل بعد از نیم باز اصلا آدم کمیه
باز از برنامه دومی که ادامهش بود کور نشر کردن از اون من خبر ندارم. خب از من خبر ندارم که نشر کردن برنامه را. باز ما دعوا کردم گفتم که این برنامه نشر نکنین، خوب نیست، بد است. من خودم بهشون گفتم نیاز نیست که خودت این دفتر ما پیدا کنی بیایی بگویی مثلا خودت مهمان هستی، از راه دور آمدی، احترامت داریم، مثل برادرم هستی، همین که آمدی دو دفتر پیدا کردی، خیر ما امروز صحبت میکنم میگم که برنامه رو پاک کنن اگر امکانش بود دیگه. مثلا درصد بر خودت وعده نمیکنم. دیگه و قسمت اولش من کدوم مشکل نداره، من مثل شما فکر کرده بودم که اون گپای اول که سلام علیکم و چیزا دیگه قطع شد. تو فکر کردم شما هم گفتی همکارا رو قطع کنم. من گفتم چند بار گفتم قطع کنید. با دو رستوران که رفتیم اونجا خیر قسمت اول خیلی گپ نبود. اونجا که در رستوران شیشتیم بازم شما گفتی همکارا من نمیفهم که این چی بود دیگه. خود همکارای دوم نمیفهم کامرا مقصد سر ما شما کامرا گرفتی دیگه یا کل جهان نفهمم سر تو ما کامرا گرفت. من نمیفهم شما خودتون خود نماده بودی در برنامه ما نماده بودی. دفعه اول خب چی میفهم؟ دفعه اول من فکر کردم شما گفتی قطع کردیم ما چی قسمت اول ما خودمون نفهمیدیم چی گپ شد. قسمت دوش دیگه در رستوران شیشتیم دیگه بعد پیسه شد در کل دوستان آف کامبی تانگل هست نه؟ تو دفتر بودی من بیرون آمدم من چه خبر دارم کامرا؟ من نمیفهم اصلا کامرا گل باشه. نه کامرا ممنون نیستم. خب اون مربوط من نمیشه آریان جان میتونی باز دفتر صحبت بکنی که برنامه رو پاک میکنن نمیکنن اون مربوط من نمیشه. وقتی یک برنامه رو اپلود میکنن اجازه نیست که مثلا کسی رو پاک کنه. خب من شخصا خودم مجری این چنل هستم، من نمیتونم اون برنامه رو پاک کنم. مگه خودت میتونی پاک کنی؟ خب من نمیتونم شخصا پاک کنم. نه من چی میتونم چنل یوتیوب خاص من نیست کسی که هست رئیس همین چنل تو باید کلمه گپ بزنه. خب متوجه میشی؟ که مسئله یک طرفه شده. باز اگه پاک نکردن چی؟ پاک نکردم میرم شکایت میکنم. خود در برنامه اومده بود، ما خود اومده بود. او گپ هست ما گفتم شما مخمودوجه میگم که تو گپ هست برای سر ما برنامه سر کردم بوده که خود شما حل کنم. ات یه گپ از آریان جان صحیح گپ قناعت داریم. تو در برنامه ما آمدی، من آمدی پشت خانه شما که آریان برای تخته زده باشم بیا که مثلا تو برنامه ثبت کنم. من گفتم خودم خبر نداشتم. خب از اولی خبر نداشتم، از دومی هم خبر نداشتم که رپورت دوم نشر کردم. من فکر کردم از سلام علیکی که ما خود داشتیم که خود گفتم من شخصی میخوام که گپ بزنیم. من گفتم کامرا رو قطع کنیم. او قطع نکردن رو کامرا گرفتن و ویدیو گفتن نشر کردن که من در سر کامرا مخفی اولی هم کسر کردم جنجال کردم خبر نداشتم، در دومی هم جنجال کردم گفتم نکنین نشر. خب خودم تاوال کردم جنجال دارم که نشر نکنین. همه نشرش کردن. گوش دیگه مربوط من نمیشه. خود اگه زور بزنی میتونی زور بزنی، من زور ندارم. من نمیفهم نگه شکایت اصلا شخصا من برات پیشنهاد میکنم که اصلا نیاز نیست که خودت در جریان برنامه بری به یک نفر پیشنهاد عروسی یا دوست دارم این چیزا رو مسائل پیش بینی. گپ هست همیشه من خود مستقیم نامدم خودش شما گفتم این گپ شخصی است. گپ شخصی است کامرا رو خاموش کنیم. من خود خودتون گپ میزنم. شما گفتی خیر به گوشه گپ میزنیم میریم یک گپ میزنیم چیزی. ما گفتم صحیح است میریم گپ میزنیم مسئله طرفه شو دیگه. من نمیتونم کامرا مخفی خودتون گفتی که بی خبر است دیگه. این حال همکارای کارو کرده دیگه. من نمیفهم چی کنم. خب دیگه فا نگه دفترم پیدا کردی مواظبت باش. میتونی اونجا بری کس دفتر نیست دیگه، رئیس هم نیست، مدیر هم نیست، کامرای خودت گپ بزنه. فقط نمونه نسیم جان است و یکی دو تا کامرامن است بسیار است، مثلا دیگه کس نیست. ما من دیگه آمدیم از برنامه. ما با شما سه شرط دارم. یا بریم خود چینل یوتیوب خود همکاران میفهمن در چینل یوتیوب بگوین که گپ ما نمیفهمیدیم خود از اون نمیفهمید ای از پیش ما اشتباه شد از پیش همکارا اشتباه شد معذرت خواهی کنیم یا پیشنهاد ازدواج ما را قبول کنیم یا دیگه پاک کنیم ویدیو رو. خونه میشه نه شما پیشنهاد ازدواج ما را قبول کردید، شما گرفتید مرا پیش کل دنیا دو پیسه کردید، نال سوار و زایدی مشکل میشه کرده دیگه. شما اینا میالا فکر کنم که چقدر ویدیو گرفتم من نمیتونم مقصد از 1 لک نفر زیاد ویدیو گرفتم تو پارت شما نمیتونم من سایل نکردم. مقصد هم قدر من این 2-3 شب است که اون وقتی که اونم گپ شده دیگه مرا شب تا صبح خبر ما خودم خانم به خبر است مادر پدر اون داشت میگفتن است که شکل چنان شده که برو خودت برو دیگه کاش شمال فصل برو دیگه. من پیشنهاد این گپ گفت خدا از وام از اول هم گفته بودم که یا برو بگویش یا قبول کنه یا ایت نروی تقصیرش نشده جا خونه که تقسیم این حال صحیح ما آمدیم که نمیشه این گپ حل کنیم. آره جان من قبلا هم برگفتم که من اجازه ندارم که برنامه رو دیلیت بکنم به خاطر که من صلاحیت ندارم. من فقط مجریستم در چنل، فقط مجریستم میره برنامه ثبت میکنم خلاص. فقط اینم که مسئولیت من که مسئولیت دارم.
مسئله معذرت خواستن من معذرت نمیخوایم به شرط که من اشتباه کرده باشم. من اشتباه نکردم نی خودت آمده بودی پیشنهاد کردی در جریان برنامه ثبت گزارش ما را برنامه مرا خراب کردی یک روز تا نموندی که من گزارش ثبت کردم کل یک روز من هدر رفت به خاطر گپای عشق عاشقی و خواستگاری مسائل کلش هدر رفت. من معذرت چرا باید بخوایم نی به خاطر من اشتباه نکردم. من مسئله پیشنهاد عروسی قبلا هم برات گفتم که تفاوت سینما و خود بسیار است. از نگاه تحصیل بگوییم، از نگاه سن سال بگوییم، از نگاهی که بخیم سن سال ما بخیر دور میمانیم. فعلا وقت از این نیست که خود عروسی کنی یا دختر انتخاب بکنی. این فقط وقت درست هست، وقت تحصیلت هست. بیا زندگی یگان هدف برای خود تعیین کو، کار کو، هدف تا بگی تعیین کو، هدف وقت تعیین کردی به هدف رسیدی بود. عروسی هم هست، دخترم میتونی انتخاب بکنی. این مسائل باید درک بکنیم. نه شما بله. حالا خب مثلا مشکل ما میتونیم افتاده. حالا خیر در قصه معذرت خواهیش هم نمیشیم. این گپ معلوم شد نه اشتباه شما بود نه اشتباه ما بود. در قصه معذرت خواهیش هم نمیشیم. خیلی از دو پیشنهاد دیگه یا دلیت یا ویدیو رو دلیت کنی که بیخیمی قصه نف شود دیگه یک گپ نشه دیگه مردم هم نگوید که چطور شده و پیشنهاد ازدواج من قبول کنید. به خاطر که در خانم با پیش کل قوم من بعد پیسه هستم خالی مزوج زنگ میزنم مادرم که چطور شده این بچه چی کارا میکنه مامای مزوج تو کاکای مزوج دیگه. حالا ما هم بخیر گفته یگان تا زندگی بخیر سر ما تلخ شده ایران مونیم همین گپ یک نتیجه خوبته یا ویدیو پاک شوه یا آرسی کنیم یا پیشنهاد ازدواج من قبول کنه. دیگه گپ شوه دیگه من نمیفهمم ایران خودتون حالا نایفهم چه قسم خطاواری انجام بفهمم. یک سوت مکمل چند وقت پیش خود فهماندم نه از مسئله ازدواج گرفته تا مسئله پیشنهاد تا مسئله نامبدی گسینه ولی مخصوصا که بر تو زنگ میزنم مخصوصا بر ما زنگ میزنم مخصوصا مرا هر چیز میگن خب هر چیز برام میگن. یک نفر فکر کو از زندگی روزگار کاربار از همه چیز میمونه به خاطر گپای ناخو که هر کس برای زنگ میزنه که این کارا کردی این کارا کردی فلان کردی. من جواب بکنه که ما خودم میتونم از خاطر خودت مثلا این گپا به ما رخ داده. بالاخره من خودت چه قسم قناعت دادم وقتی مشکل میفهمی درک میکنی که اشتباه از من نیست پس تو معذرت بخوایم. معذرت خواهی قبول کردی خیر می‌بینی. مسئله زوجم گفتم سینما و خودت بسیار فرق میکنه. زمین آسمان سینما و خودت فرق داره. از خاطر میگی که شرم زمان است که به دختر پیشنهاد کردی که چرا قبول نکردید. حالا مخاله جانت مامای عزیزت کلی خو میفهمونی که تفاوت سنی بین ما بسیار است. ما خیلی رو میفهمونیم برشان میگیم که مثلا این کار اشتباه است درست نیست که مثلا یک بچه که از من که سنش بسیار خرد است و پیشنهاد درستی کنم من بخاطر که برنامه ثبت شده دیگه کاملا سر ثبت کردم من باید قبول کنم این کار اشتباه است. صحیح تو دلیت برنامه است مسئولیت اینا خو اینا لگه ما خدای چیز به گفتن داشته باشم یا بگویم که اینا ویدیو را دلیت میکنن از پیش همکاراش تو باشه ما هیچ گناهی نداشتیم نه ما و نه دختر یا یک گپ یا پیشنهاد ازدواج یا رسی دیگه من نمی‌فهمم باید گپ یک طرف شود. حالا در کل جای پیش دوستا هم مگه ما شرمنده است. چرا بشین؟ به خاطر اشتباه همکارای شما. اشتباه همکارای ما نه و چرا این اشتباه رو درک نمی‌کنی؟ اشتباه خود بود در جریان برنامه ما در برنامه گپ زدی. برنامه دوم اینا رو باز چطور میشه؟ من خواهی شما کسی از من اجازه نگرفت ما برنامه تون ثبت کنم. من هیچ خبرم نداشتم که شما برنامه ثبت می‌کنین باز اگه ثبت هم کردید خب باید یک نفر در جریان میمونیم که برنامه داریم شما اجازه تون هست یا نیست. در بسیار مملکت هاست و میال خودم خود میفهمم قانونه که سر یک نفر که کمره مخفی رو میگیرن و یک کار رو میکنن از او اجازه میگیرن که ما برنامه تون ابونم در چینل یوتیوب نمونم نشر شوه. شما از من یک پرسان نکردی حالا چطور میشه دیگه من اجازه مرام نگرفتی اگه تو گپ نمیشه دیگه دست شما خود گفتین دستم خلاص بود من دستم خلاص بود میرم هر یک زورم برس ما میگم دوازم شکایت میکنم من یک گپ شده میگم. حالا چرا ما مردم اشتباه خود درک نمی‌کنیم؟ اشتباه خود بود اومد پیش کاملا خدا درست است. حالا ما برنامه اول میفهمم که اشتباهی برنامه دوم من خبر داشتم من نمیفهم خبر داشت نشر کردن رفتی در رستوران دکتر خاص میگفت نشر کردن پاکش کنم ایده صلاحیت من ندارم که برنامه رو پاک کنم. من خبر ما کی فقط اما کسی شما مجری برنامه من مجری هستم گفتم که این برنامه رو نشر نکنید این برنامه رو نشر کنید این برنامه این کارو کنید کار کنید من صلاحیت ندارم. من فقط گفتم برنامه ثبت میکنم میارم برشون اونا خودشون تصمیم میگیرن کدام برنامه رو ثبت کنن کدام برنامه رو نکنن کدام برنامه رو دلیت کنن. مشکل نیست هر رقم راحت است هر رقم دوست داری انجام بدی هر جایی میدی خلاص من دیگه نمیتونم بر تو مثلا بفهمونم هر چقدر میخواد بفهمونم یا با من شرط میمونی یا اورسی یا امر اورسی کو یا من میرم سرطانیزا میکنم یا ویدیو دید. راست میگم دیگه حالا کدام گفت چیه سال گفتم که اجازه کی شما گرفتید. من خبر داشتم که از تو اجازه بگیری و اگه من خبر داشتم از تو اجازه نگرفتم. اما کسی که خبر من خبر نداشتم از برنامه خودم تا اول خبر نداشتم تو چرا چتیات گفته بگی برنامه تو صحیح سال یک کم نکه شما
متوجه گپ زدن باشین. حالا من خب کدام گپ دیگه حالا من گپ زدن یاد میگی؟ نه ده گپ نیست. شما خودتون شکر انسان فهمیده هستین. اون گپ نیست. یعنی ما خب کدام کار دیگه خو نکردیم. داری سرک نامدیم 5 سال کس نکشیدیم. کدام فرزان نرفتیم کار دیگه خو نکردیم. مستقیم اومدیم پیشنهاد ازدواج بود قبول کنین یا نکنین دیگه. باز خیر است. حالا من میفهمم که کار اول اشتباه شد از پیش خودم قسمت اول من نمیفهمم. این حالا بازداشت چطور میشه؟ حالا تو در کل دنیا با تو پیسه است مالیال مروی ندارم برای میگی که میبرایم باید یک چیز بپوشیم تا دکانم که من میبرایم میرم اگرچه در خانم مرا اجازه نمیدن دیگه دمو وقتشو اجازه نمیدن پیش دیگه که مال خودش اجازه نمیدن دمو پیش رفیق دوستا باید از شهرم پیش کسی گپ زدن نمیتونه که کسی گپ زدن نمیتونه دوستا و یا دیگه گفتی اگه تو بخیر موبایل سایلنت کردیمش بلاک کلگی بلاک از من کسی کس هم نیستم باز این حالا معلوم شوه گپ چطور میشه دیگه خودتان میفهمید. آیا جان خودت خو میفهمی از خارج آمدی دیگه کار نداری مسئولیت نداری فقط میری خانه استراحت میکنی نان میخوری خلاص هیچ درد سر نداری. ما کار میکنیم زحمت میکشیم بالاخره به خاطر از اینکه ما بتونیم به یک جای برسیم یا دفتر زندگی بدیم یا هر کاری میخوایم انجام بدیم. من میدقه مانده از از برنامه اومدیم یک ساعت شد گپای تو رو گوش میکنم. هر چی میخوام که تو رو قناعت بدم بفهمونم مسئولیت من ندارم که برنامه رو دیلیت کنم. من این مسئولیت ندارم. اگه دست من میدونی میدقه بعد دیلیتش میکردم یک خب من این صلاحیت ندارم. مزدت خواهی اشتباه نکردیم که مزدت بخوایم. ازدواج سینما خود بسیار فرق میکنه. فهمیده درسته؟ این حالا خود کار کس که شما مسئولیت نداری اما کسی که مسئولیت داره امور خود بگین که ویدیو رو چطور میشه یا پاک کنم من نمیفهمم دیگه. حالا ما چیکار هستم دیگه وقت زنگ رئیس کالابی دفتر آریان آمده ویدیوشو پاک کنم چیکار هستم؟ مجری برنامه‌اش هست یا نه؟ من مجری برنامه است وقت مدیر نیستم که صلاحیت داشته باشم زنگ من عبیات است که برنامه رو پاک کنم. من این صحیح است اگه تو نمیشه دیگه من میرم باز شکایت میکنم. بخیر بریم. امی پایم که از این دفتر بیرون شد خلاص. حالا چی گفته شکایت میکنی؟ ما خو نامدیم پشت ما خانه پیش خود دلیل دارم. دلیل تو در برنامه ما اومدی بازو کو سبب تو خیره چیغاز نزنین تو گپ نیست حالا. یعنی میفهمی به خاطر که دفتر ما اومدیم ما قدر عزت مهمانم که مسافر هستی از راه دور اومدی چیز نمیگم. یعنی باور کن اولین نفر است که وارد قوسله کردم سر به خاطر اینکه همسنم از من خورده است یا که من برات میفهمم نمیفهمی از خاطر چه خاطر گرفتی. مگه بسیار آدم بیاب هستم. خب بسیار بیاب هستم. صحیح خلاص اگه میکنی او زمین هر کار میکنی خلاص من میرم اینا رو بخیر بدی رخصت استی از این دروازه این ما گفتم بهتون باز خودتون هم داوود یک رئیس کنکرد گفت من میگم که نفر گفته بودم که دیگه شده باز ما که از دروازه پای بیرون شد خلاص دیگه باز تو اینا رو واقعا پیش خودتون میفهمید دیگه من نمیفهمم اینا رو بازار کار خودتون کنید بخیر بدی نسی دیوانه کردی هر چی میفهمم آلی گپ نمیفهمم آره بخیر برو خوزه شما چرا سرمایه که ویدیو بگیره بدون اجازه خیر مشکل حل میشه و گپ نیست که آره بخیر برو میرم موزه موجه معلوم شد گپ یک طرف نسی دیگه گپ نمیفهمم